سلام دوستان عزیز، این برنامه ترانسفر در عمل است و ما برنامه را با مطلب‌های زیرین بازاری آغاز می‌کنیم. گپ و چپ الکی زیاد است که سابق سرمربی باشگاه لیورپول انگلیا یورگن کلوپ میتواند دوباره به کار مربیگی برگردد. گفته می شود که برای متخصص آلمانی وریانت های کار در دسته ریال مادرید و منتخب برزیلیا پسند می بود. با قول نشریه وال احتمالیت قبول کردن پیشنهاد از جانب این دو دسته توپ زیاد است، زیرا هم ریال مادرید بعد گلباران شدن از جانب آرسنال حالی زور دارد و هم برزیلیا بعد تورمورشوی از رقیبان ازلی دیگر هیچ به خود نمی آیند. در آمدی گپ خود کلوپ از نقش خویش چون دیرکتوری رشد فوتبالی در سیستم ردبول ناراضی بوده بهترش به کاری پیشینه برگردد. منتخب برزیل اگر واقعا هم به مربی صاحب نام اروپایی نیاز داشته باشد، دون کارلو را از ریال تا نتیجه بازی فینالی جام اسپانیا ضد بارسلونا حالا از کار جواب نمیدهند. کلوپ البته که نفر است در همه جا طلبگار خواهد بود. بعد برداشتن ننگ و نام زمانی کارش با جانب سرخان، کلوپ طبق خبر آوازها میتواند سر از موسم نو تمرین دهی یگان کلکتیو با قوت را به گردن گیرد. به نظر شما اگر وریانت ها ریالی باشند، پس کلوپ را رفتن به ریال مادرید بهتر است یا که رود نتیجه های منتخب برزیل را بهتر نماید؟ از تیم سابق کلوپ باشد یک خبر دیگری خوش آمد. سروان هلندی این تیم ویرجیل وان دیک با سرخان شرطنامه کاری را به مهلت 2 ساله تمدید کرد. در صف لیورپول وابسته به این درجه شدند که آلیسون حتی برای همه به قول تشکیلی هم کرده است. خود وان دیک باشد هنوز ماه ینوری سال 2018 از ساوثگمپتون با ارزش 75 میلیون پوند به صف سرخان پیوست و آن زمان گران ارزش ترین دفاعگر تاریخی فوتبال جهانی بود. وان دیک با مرور زمان به یکی از پیشوایان لیورپول تبدیل یافته با گرفتن جایزه های سرشمار مقام لگند را در این تیم گرفت. هرچند که در میان موسم گپ و چپ اوید رفتن وان دیک 33 ساله در دست زیاد بود، ولی او نیز مثل صلاح قرار کرد که 2 سال دیگر خدمت به جانب سرخان کند. خاطرتان باشد صلاح چند پیش پیشنهاد نیم میلیارده عربیان را یک طرف گذاشت و در انگلیس بودن را برایش افضل تر دانست. ولی از جانب دیگر باید گفت که برای ریال مادرید اگر یورگن کلوپ نآید، پس خواب آلونسو آمده میتواند، زیرا بعد خوردن 5 گل در 2 بازی از آرسنال رلیو میرساند که ناراضگی لیدران دسته مادرید به جانب آنچلوتی زیاد شده است. این پایگاه خبری بران است که نفران کلیدی ریال مادرید الکی به آنچلوتی گفتند که با او دیگر باور ندارند. در آمدی گپ دسته زنانه آرسنال نیز زمانی راحتگیری به نیم فینال لیگ چمپیون ها با عنوان ریال مادرید را شکست داده توانست. اگر پیشتر تنها اردا گولر نسبت دون کارلو دشمنی آشکارا نشان میداد، این نوبت امباپه و وینیسیوس و دیگران هم برای مربی دستان ایتالیایی بیگانه شدند. ولی از جانب دیگر اگر با آمار بازیگران ریال در دور چهارک نهایی لیگ چمپیون ها بنگریم، آنها از همه در میدان کمتر دویدند. در هفته رقابت هم چطوری دیدیم از مهارت به همتای نفران کسبی مادریدیان در میدان درک نبود. این طایفه فوتبال بازان صاحب نام هم از آسمان ستاره نفر آوردند که نسبت پیریکار باز چنین نگرانی ها میکنند. امباپه الکی 5 بازی می شود که یگان عملی گلی ندارد و این هم بدترین نتیجه برایش سر از سال 2018 است. به نظرم پشت کل این آشوب های کلکتیوی ضد آنچلوتی هم خود امباپه می ایستد، نفری که یک زمان در پاریژ محیط را ویران کرد و اکنون نوبت مادرید رسیده است. در ریال اگر وابسته به نتیجه پست موسمی وضعیت ناجور است، بارسلونا کاتالانی باشد چون پیشتر از بپولی رنجور است. این نوبت گفته می شود که دسته لاپورتا از نرسیدن مبلغ‌های ضروری تابستان نیکو ویلیامز را نمیخرد. از جانب دیگر بازی اولی سگانه خط حمله به این چیز سبب شده است. با قول مارکا دیرکتور ورزشی بارسا دیکو و خانسی فلیک قرار کردند که از تلاش‌های خریداری بازیگری کانوری اتلتیک بیلبائو دست کشند. خود نیکو باشد این موسم در صف دسته بیلبائو 27 بازی در لالیگا گذرانید و 5 گل نیز دارد. همچنین استعداد آفریقایی تبار اسپانی در لیگ اروپا برای دستش راحتی مرحله نیمه نهایی را تامین کرد. خلاص که با چنین رنگ گرفتن کوروبار نیکو ویلیامز میتواند آرزوی یک جایشوی با لامین یامال را یک طرف گذارد.
گواردیولا زیرک باشد بعد گسیل‌کنی دی بروینه در آخر موسم از اتحاد میتواند درو عوض کننده او را از آلمان بیارد. گفته می شود که نوابسته از فشارهای باواریا به جانب ویرتس اخیراً من سیتی فلاریان را باور کنانیده است که در صف شهریان عوض کننده کوینی بلگیایی خواهد بود. من سیتی علاقه 150 میلیون یورو با بایر و معاش سالانه 25 میلیون به خود ویرتس پیشنهاد کرده و باور دارد که تابستان جانب داروسازان را ترک می کند. ولی چطور گت جرمن فوتبال نیوز با تکیه به خبرهای بیلد می نویسد در بایر باور دارند که فلاریان با دسته شرطنامه را تا سال 28 تمدید نموده ارزشی بعد او تا 125 میلیون یورو بالا می شود. همچنین باید اشاره کرد که نسبت این آلمانی 21 ساله ریال نیز توجه دارد. هرچند که پدر خود ویرتس خواستار گزارش پسرش را به باواریا دارد ولی قرار آخرین را از خود فلاریان میبرد. در آلمان همچنین بروسیا دورتموند از برای پولکارکنی ارزش بازاری جیمی باینو گیتنس را تا 50 میلیون یورو پایین فرآورده است. در این باره ژورنالیست آلمانی کریستیان فالک می نویسد. او می گوید که خودی جیمی آرزوی بازی در پرمیر لیگ انگلیا را دارد و چنین پایین کنی نرخ بازیگر 20 ساله می تواند در تابستان نیت خریداری دستای انگلیسی را بیشتر کند. همزمان باز خودی باواریا نسبت این استعداد زردپوشان دقت کرده است و از احتمال دور نیست که او در بوندسلیگا باقی میماند. در فوتبال ایتالیا بر زمین مشکلات میلان همه جنگ و جنجال از برای منیان است. گپ‌ها همین که دروازه‌بان فرانسوی میلان یک باره با منچستر یونایتد، چلسی و استون ویلا پسند آمده است. خود جانب رسانه‌ای باشد میخواهد او را بر عوض 40 میلیون یورو به بازار برآورد. با قول کات آف ساید دستای انگلیسی زیاد میخواهند که با منیان همکاری کنند، زیرا اشتباهی آنانا و گپ‌زنی‌های بیهوده مارتینز هیچ کم نمی شوند. شرطنامه فعلی منیان تا تابستان سال 26 مهلت داشته. این موسم مایکی 29 ساله در 31 بازی سری آ در 11 بازی به دروازه‌اش گل سر نداده است. همزمان یوونتوس تورین از برای خریداری ساندرو تانالی به طور جدی دو دارد. این بازیگر سابق میلان در بازار 60-70 میلیون یورو ارزش داشته. در برابر ساندرو به جانب تورینی رتگی و لوکا نیز پسند هستند. لا گازتا دلو سپورت بران است که جانب بیانکانیری نسبت خریداری نیم حمایتگر نیوکاسل یونایتد سخت اشتیاقمند بوده. دیرکتور ورزشی دسته کریستیانو جونتولی در این مسئله کار میکند. با احتمالیت زیاد میتوان گفت که ما اخیراً شاهدی بازگشت ساندرو تانالی با فوتبال ایتالیا میشویم، زیرا یوونتوس باید که برای موسم آینده به طور درکاری پرقوت شود. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.